تا حالا آسمون رو در شبی دیدی که ماه به رنگ سرخ در میاد؟ بهش میگن ماه خونین. بعضی ها از این اسم میترسن، فکر میکنن نشونه شومی یا هشداره، اما حقیقت علمی و کوانتومی پشت این پدیده است چیزی کاملا متفاوت. ماه خونین نه یک اتفاق ترسناک، بلکه یک دعوت آسمانیه برای رهایی، پاکسازی و شروع دوباره. سلام به قلب‌های روشن و ذهن‌های جستجوگر. اینجا کانال شفای کوانتومیه. اینجا جاییه که علم، آگاهی و انرژی با هم ترکیب میشن تا بهت نشون بدن چطور واقعیت درونی و بیرونیت ساخته میشه. اگه آماده ای از زاویه تازه به جهان نگاه کنی و ابزارهایی یاد بگیری که زندگیت رو متحول کنه، همین حالا کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. ماه خونین چیست؟ ماه خونین همون خسوف کامله، شبی که زمین میان خورشید و ماه قرار میگیره. نور خورشید هنگام عبور از جو زمین فیلتر میشه، نور آبی پخش میشه و فقط پرتوهای قرمز باقی میمونن. همون نور قرمز روی سطح ماه میتابه و ماه رو به رنگ سرخ در میاره. این پدیده طبیعی در شب 7 سپتامبر 2025 اتفاق میفته. شروعش حدود ساعت 18:58 به وقت ایران، اوجش نزدیک به 21:41 و پایانش حوالی 12:25 بامداد خواهد بود. یعنی چیزی برای ترسیدن وجود نداره، بلکه فرصتیه برای تماشا، درک و همسو شدن با ارتعاش طبیعت. اما از نگاه کوانتوم، ماه خونین فقط یک سایه قرمز نیست. لحظه‌ایه که میدان انرژی جمعی ما و زمین وارد یک حالت پاکسازی میشه. وقتی سایه زمین روی ماه میفته، نماد رها کردن گذشته و الگوهای قدیمی در ناخودآگاه جمعیه. انگار جهان از ما میخواد الگوهای پوسیده رو رها کنیم، فرکانس جدیدی انتخاب کنیم و به نسخه بالاتر متصل بشیم. علم کوانتوم میگه هر فکر و احساسی یک سیگنال فرکانسی به میدان کوانتومی میفرسته. در شب ماه خونین این سیگنال ها قدرت بیشتری پیدا میکنن، چون میلیون ها نفر در سراسر زمین همزمان به آسمان نگاه میکنن و ناخودآگاه در یک ارتعاش مشترک قرار میگیرن. این یعنی اگر در این شب با نیت آگاهانه در آرامش بنشینی، انرژی سریعتر و قویتر در میدان کوانتوم ثبت میشه. حالا یه تمرین ساده اما عمیق. در یک جای آرام بنشین و 3 نفس عمیق بکش و با هر بازدم سنگینی‌های گذشته رو رها کن. به ماه خونین نگاه کن یا حتی میتونی تصویرش رو در ذهنت بیاری. تصور کن نورش مثل باران انرژی داره روی تو میریزه. جمله تأکیدی رو در درونت تکرار کن. من گذشته رو با عشق رها میکنم و آماده‌ام که آینده‌ای تازه خلق کنم. در پایان با تمام وجود فقط یک کلمه بگو: سپاس. این سپاسگزاری مثل دکمه ذخیره عمل میکنه. ارتعاش جدیدت رو در میدان کوانتومی ثبت میکنه. دوستان، ماه خونین نماد ترس یا پایان نیست. نماد یک شروع جدیده. فرصتیه برای اینکه با آرامش گذشته رو رها کنی و آینده شفافتر و روشن‌تر خلق کنی. یادت باشه، جهان به ارتعاش قالب تو پاسخ میده، نه به ترس ها و نگرانی هات. اگر این پیام با قلبت هماهنگ شد، همین الان این ویدیو رو با دوستانت به اشتراک بگذار. لایک کن تا به آدم های بیشتری برسه و کانال رو یادت نره سابسکرایب کنی تا در ویدیوهای بعدی با هم تمرین های عمیق تری برای هم فرکانسی با جهان داشته باشیم. ممنونم که تا این لحظه همراه هم بودین. تا ویدیوی بعدی با عشق، نور و آگاهی قدم بردار.